30 خرداد مصادف با 20 ژوئن روز اعتراض و سرکوب در ایرانه. 40 سال از کشتارهای دهه 60 و 67 میگذره. عزیزان ما رو بدون محاکمه، بدون دادگاه کشتن و در گورستان خاوران در گورهای دست جمعی به خاک سپردن. ما خانواده ها تا زنده هستیم دادخواه هستیم و دادخواه عزیزانمون هستیم و به هیچ عنوان از دادخواهیمون دست نمیکشیم و مسببین این جنایت رو نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. این جنایت ها همچنان ادامه داشت، این کشتارها همچنان ادامه داشت و ما شاهد بودیم که در سال 78 88 96 98 خانواده های زیادی عزادار شدن، بچه هاشون از دست دادن و واقعا زندگی براشون خیلی سخت شد. 40 سال از این حکومت میگذره، ما هر روز شاهد دستگیری‌های بی‌رویه هستیم. از دستگیری فعالین مدنی، کارگری، معلما میگیرن و به زندان میبرن و حکمای خیلی کیلویی بهشون میدن، یعنی واقعا باید گفت کیلویی، و با وثیقه های سنگین که اکثر خانواده ها در توان دادن این وثیقه نیستن. عزیزانشون تو زندانن، واقعا نمیدونن چه کار کنن. الان در این شرایطی که پیش اومده و این زندانی‌ها جونشون در خطره به خاطر بیماری کرونا، ما از مجامع بین المللی میخواییم که به این خانواده ها، به این زندانی‌ها برسن و این خانواده ها رو از نگرانی نجات بدن. این زندانی‌ها تا برطرف شدن این بیماری در کنار خانواده های خودشون باشن و از زندان آزاد بشن. ما خواهان آزادی تمام زندانیان هستیم. مگر اینا چه گناهی کردن؟ به چه گناهی دستگیر شدن؟ جز این که خواهان آزادی هستن. الان در این مملکت که ما هستیم همه جوره در فشار هستیم، از لحاظ فقر، از لحاظ تورم، از لحاظ بیکاری، و اگر کسی اعتراض میکنه جواب اعتراضشون سرکوبه، جواب اعتراض اینها زندانه. واقعا ما باید چه بکنیم؟ ما دستمون به کجا بنده؟ ما خواهش میکنیم از مجامع بین المللی، خواهش میکنیم که به درد دل این خانواده ها برسن، به داد زندانیان برسن. زندانیان واقعا در شرایط بدی داره به سر میبرن. زندان نیست، زندانهای قرون وسطایی، زندانهای ایران. بیان به داد این خانواده ها برسن، به داد زندانیان برسن، صدای مردم رو بشنون، صدای این خانواده ها رو بشنون و این زندانی ها رو نجات پیدا کنن از این زندان ها. امیدوارم هر چه زودتر تمام زندانی ها از زندان آزاد بشن و ما در یک کشور آزاد بدون هیچ گونه مشکلاتی زندگی بکنیم. ما فقط آزادی میخواییم، آزادی میخواییم، رفاه میخواییم، بیکاری و تورم نباشه، فحشا نباشه. ما اینو میخواییم. مگر ما چی میخواییم که ما رو میگیرن و زندان میبرن؟ مگر ما چی میخواییم که زندانامون پر از زندانی شده فقط به خاطر گفتن حق؟ فقط به خاطر اینکه حق رو میگن؟ فقط خواهش میکنم که به داد این زندانی ها برسید. رو نخواهم زد، درزهایم را در آغوش خواهم کشید و مصمم‌تر از همیشه ادامه خواهم داد. این خاصیت من است که مشکلاتم را شبیه به انگیزه ببینم، شبیه به داغ سوزانی که وادارم میکنه سریعتر از همیشه گام بردارم. من به لطف دردهایم هر روز قوی‌تر میشوم. نه جا میزنم نه کم میآورم، میایستم و ادامه میدم، دوام میآورم و موفق میشوم.